امیر ارسلان افشار رئیس تشریفات دربار از آخرین روز شاه تو ایران میگه هواپیمای شاهین آماده پرواز بود، اما داخلش رو خالی کرده بودن. نه غذایی، نه وسیله‌ای برای پذیرایی، حتی کارمندا ظروف و آذوقه شخصی شاه رو هم برده بودن. آجودان مخصوص وقتی برای پیگیری وضعیت غذا رفت بهش گفتن اگه خیلی واجبه خودتون از بیرون ساندویچ بگیرید. افشار میگه توی هواپیما شاه پرسید خوراکیا چی شد؟ آجودان که روش سرخ شده بود گفت اعلیحضرت متاسفانه هیچی نیست. شاه آروم زیر لب این شعر رو خوند: افتاده درختی که به خود میبالید، از داغ تبر به خاک خود مینالید. گفتم چه کسی به ریشه زد، گفتا آن کس که به زیر سایه هم میخوابید. بعدش چند تیکه نون خوش برداشت و مجبور شد اونها رو توی یه نلبکی بخوره. به نظرتون آه شاه دامن ایران رو گرفته؟ برای دیدن روایت‌های ناگفته تاریخ پیج حقایق تاریخ رو